اجمل زین به چی دلیل از همسرش جدا شده است؟ افشای حقایق و رازهای باور نکردنی زندگی اجمل زین اکنون کجاست و چرا دیگر آهنگ جدید نشر نکرده است؟ اجمل زین با آریانا سعید چی رابطه‌ای داشته است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای عضو شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. اجمل زین یکی از هنرمندان برجسته، چهره مشهور هنری در میان جوانان و هنرمندان افغانستان بوده است. اجمل زین مزاری می باشد. وی در مزار بزرگ شده است، ولی وی با علاقه فراوانی که به هنر موسیقی داشت در برنامه ستاره افغان تلویزیون طلوع اشتراک کرد و توانست در این برنامه رقابتی خوب بدرخشد. وی تحت حمایت خاص آریانا سعید یکی از یاوران این برنامه قرار داشت. آریانا سعید اجمل زین را کمک کرد تا به انگلستان برود. اجمل زین در لندن زندگی می کرد و آنجا با یک دختر سمنگانی ازدواج کرد. ثمره ازدواج اجمل زین اکنون یک دختر بوده است. اجمل زین به صورت فردی به سرودن آهنگهایش ادامه میداد. اجمل زین در سرودن آهنگهای پاپ شهرت و استعداد خاص خودش را دارد. جدیداً تصاویر اجمل زین در صفحات مجازی دست به دست می شود که وی از همسر سمنگانیش جدا شده است و دخترش نزد دولت انگلیس می باشد و به همین خاطر اجمل زین دیگر به کارهای هنریش ادامه نداده است. ولی من آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای این هنرمند از بارگاه عزت الله یزال تمنا دارم و در انتظار نشر تازه ترین آهنگ ها از اجمل زین خواهیم بود. دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان اجمل زین به اشتراک بگذارید. برای عضویت با کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید. تا درود دیگر تمام شما نازنینان را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.